این مدل سیب زمینی خوراک وقتایی که مهمون جمعیتی دارین به قدری خوشمزه است که حتی یه ذره هم ازش سر میزتون باقی نمیمونه. فقط نگاه کنید ببینید چه کشی میاد. به شدت لذیذ و خوش‌طعمه. درست کردنش هم خیلی راحته. بریم با هم دیگه درستش کنیم. نیاز داریم به یه عالمه سیب زمینی. البته شما توی حجم کمتر هم میتونید درستش کنید. سیب زمینیاتون رو ورقای نازک ببرید، بعد داخل ظرفی که میتونید داخل فر قرارش بدید مثل من به ترتیب بچینیدشون. برای سسش هم نیاز داریم به 2 قاشق غذاخوری آرد که تفت می‌کنید تا خامیش گرفته بشه. بهش کره رو اضافه می‌کنیم و این قسمت خوشمزه ماجرا که من داخلش سبزی ایتالیایی ریختم و تفتش دادم تا عطرش آزاد بشه. اگه سبزی ایتالیایی نداشتید جایگزینش رو داخل کپشن براتون می‌نویسم، ولی با سبزی عطرش واقعا مشم میشه. بعد کم کم شیرتون رو به موادتون اضافه کنید، هم بزنید تا آردتون گلوله نشه. نمک هم اضافه کنید. یه کوچولو که هم زدید مثل فرنی یه ذره غلیظ شد، نوبت اضافه کردن پنیر پارمسان هستش. پنیر که داخل سس ترکیب شد حرارت زیرش رو خاموش کنید و سستون به همین راحتی آماده شد. روی سیب زمینیاتون بریزید، روش رو فویل بکشید و بذارید تقریبا 45 دقیقه داخل فر که به خوبی مغز پخت بشه. بعدش فویلا رو بردارید، روش یک لایه پر پنیر پیتزا، اگه دوست داشتید یک کوچولو فلفل دلمه‌ای ریز شده هم بریزید و اجازه بدید پنیرش آب بشه و سطح روش حسابی برشته بشه. پیشنهاد می‌کنم حتما امتحانش کنید. این گراتن سیب زمینی به شدت خوشخوراک و خوش